آقای رئیس جمهور، قیمت بلیت هواپیما به صورت ناگهانی افزایش پیدا کرده. میشه بگید دلیلش چیه؟ با سلام به امام ناترازی ها و آرزوی طول ریش برای مقام عظمای گاومیش. آقا هواپیما چیه؟ ما قدیما مگه با هواپیما میرفتیم جایی؟ قطار بود، سوار می شدیم تلق و طلوق از این کابین به اون کابین، خیلی هم باحال بود. تازه مثل مقام عظما برای نماز از پنجره می پریدیم بیرون، نماز می خوندیم، دوباره سوار می شدیم. دعوا نداریم که. مشکل اینجاست که بلیت قطار هم گرون شده. قطار که اصلا به درد نمیخوره. ما قدیما مگه قطار داشتیم؟ اتوبوس مگه چشه؟ نفری یک کیسه نایلون میدادن، میشستیم کنار پنجره نوار میذاشتیم، آخ برم رانندرا اون کلاچو دندرا. چه جالب، اتفاقا کرایه اتوبوس هم زیاد شده. چه بهتر، به قول امام راحل اتوبوس از مینیبوس درازتر است. وقتی مینیبوس هست چرا اتوبوس؟ ولی آقای رئیس جمهور، کرایه مینیبوس هم گرون شده. بابا اصلا ماشین چیه والا؟ مرد شور ماشین رو ببره وقتی خرها. چرا ماشین؟ قدیما ما یه خر داشتیم، نوبتی سوار می شدیم، نه سوخت می خواست نه برق بخواست، هوا هم آروده نمی کرد، با طبیعت هم سازگار بود. اتفاقا جالب اینجاست که علوفه هم گرون شده. آقای رئیس جمهور، برگشتیم به عصر حجر که دعوا نداریم که. منویات مقام عظما هم همینه دیگه. اصلا خود امام راحل مال همین عصر حجر بود. بزنادفیهش با هم میخونه، عالی شد دیگه. ناترازی هم نداریم. دوربین رو خاموش کن بریم شکار.